امروز میخوام بالاکلاوا ببافم. تمرین کرده بودم، از گوگل ترنسلیت هم تلفظش رو گوش دادم. اینجوری میگن، نمیدونم تو فارسی چی میگن. بالاکلاوا اگه دیدین که هیچ، ندیدین که مطمئن باشین دیدین. تو ایران شاید اسمش یه چیزی که باشه، اما خب همین کلاهایی است که این گردن و گوشو میگیره و جلوش بسته است. اونا دیگه حالا اسمش این همه با کلاس شده. میخوام با این نخ دوک سلایه سبز جذاب ببافم. در مورد اندازه‌گیری بگم. خب من کلاه وقتی واسه اندازه خودم میبافم، اندازه سرم حدود 130 تا دونه کافی میشد با کانواها. واسه این باید چند تا دونه بیشتر سر بندازم، چون کلا این کلاهی که میخوام ببافم یه ذره سر باید توش آزاد بشه، سر و گردن و گوش ایناست. و من خاطر نسبت به اون اندازه میخوام بیشتر دونه سر بندازم. حالا ببینم چطور. خب قسمت پایین کلاه که در واقع میخواد گردن ما رو بگیره، کشوافه. حالا هر کشوافی که بخوایم میتونیم ببافیم. من بین 1:1 و 2:2 موندم. یکی از این دو تا رو انتخاب میکنم و میبافم و بعد از ادامهش میام نشون میدم. اگر کشواف 1:1 یا 2:2 هم نمیدانید و میخواهید یاد بگیرید، ویدیوهاش تو چیز هست، تو کانال هست، تو قسمت پلیلیست هم میتونیم بیابیدشان. خب این کشواف پایین کلاه هم من کشواف 2:2 بافتم. حالا هر کشوافی بخوایم میتونیم ببافیم. بعد تو این مرحله سوزنا رو از مرکز لباسم یا از صفر لباسم 2 نصف میکنم و سوزنای سمت مخالف دسته که برای من این سمت میشه با یه کانوای رنگ مخالف در واقع از ماشین خارج میکنیم. برای این کارم دکمه نباف رو میزنم، فقط این قسمت رو با یه رنگ دیگه ببافم از ماشین در بیارم. خب نصف کلاه رو از ماشین خارج کردیم. خب چون نخ من این وره، دسته رو میارم این ور و یه رج میبافم. برای این کار هنوز از نباف خارج نمی کنم. این قسمت که در واقع مرکز کلاهمونه، از این قسمت ما میتونیم بین 10 تا 12 تا دونه کوب کنیم. خب دیروز اینجا من 10 تا دونه کور کردم. حالا ادامهش از این قسمت بین 24 تا 28 دونه یا همون سوزن جلو میزنیم. بعد اینکه این سوزن رو جلو زدیم، روی دسته دکمه رو روی نباف میذاریم و بعد هر سری، یعنی هر رج یه سوزن جلو میاریم. اول یه رج میاریم، یعنی دسته یه رج میبافم، دسته میاد اینور و بعد هر رج یک سوزن جلو میزنم. ما این جلو زدن سوزن رو انقدر ادامه میدیم که این قسمت بین 3 الی 4 تا سوزن بمونه. خب حالا من 4 تا گذاشتم. خب توی این مرحله میخوایم قد کلاه رو ببافیم. برای این کار دسته رو از حالت نباف خارج میکنم و رج شمارم رو 0 میکنم. خب 0 شد. خب حالا میخوام قد کلاه رو ببافم.
رسیدیم به مرحله‌ای که می‌خوایم انحنای کلاه رو از پشت ببافیم. برای این کار با گلاب ستایی، سرش اینجوریه، هر بار 3 تا دونه کم می‌کنیم و میندازیم روی 3 تا دونه بغلی و این کار رو بین 8 تا 10 بار باید انجام بدیم که من خودم 10 بار انجام میدم. این 1 بار، 2 بار، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. یه دورج هم اضافه روش میریم. خب توی این مرحله نخمون رو قیچی میکنیم با یه رنگ فرعی چند رنج روش میبافیم و بافت رو از ماشین خارج میکنیم. خب توی این مرحله نیمه دوم کلاهمون رو میبافیم. ابتدا اون دونایی که به نخ گرفته بودیم رو دوباره به ماشین انتقال میدیم و دقیقاً تمام کارهایی که واسه نیمه اول کلاهمون انجام دادیم برای نیمه دوم هم همونا رو انجام میدیم. خب این کلاه هم شد. این 2 قسمتش، این پایینش. حالا دوختش رو میخوام انجام بدم و این قسمت جلو 3 جفت بزنم. خب حالا میخوایم از این قسمت بالا که در واقع اینا رو با یه رنگ دیگه جدا کرده بودیم، این 2 قسمت بالای کلاه رو به هم دیگه بدوزیم. به این شکل روی هم میذاریم. یه نیمش در واقع روش به ما خواهد شد و من انتقال میدم به اینجا. نیمه دوم در واقع قسمت برعکسش به سمت من خواهد بود و دوباره انتقال میدم به ماشین و میدوزم. حالا قسمت دومش رو روی همین سوزنا میریزیم. خب این نخ اضافی رو جدا میکنیم. خب به این شکل دونه های اول پشت این حالا ماهک یا زایده سوزن هست، پشت اون قرار میگیرن و دونه های نیمه دوم جلو. این در اومد، مواظب باشیم که دونه هامون در نیاد و بعد یه ذره به هم نزدیکشون میکنیم که این ماهکه بخوابه و با هم دیگه میدوزیمشون به این شکل. و بعد البته من نخمو اینجا یه ذره بیش از اندازه کوتاه قیچی کردم. این نختون رو یه ذره بلند قیچی کنیم، با همین نخ کور میکنیم. کور
کور کردنی هم یه ذره شل کور کنیم، سفت کور کردنی جمع میشه. بعدا میبینیم جایی که کور کردیم انگاری جمع شده. یه ذره شل طور میگیریم. خب این قسمت بالای کلاهمون شد که دوختیم به این شکل. حالا میخوایم این قسمت درز پشت کلاه رو بدوزیم. اینم به همین شکل برمیگردونیم و به این شکل میذاریم تا این قسمتی که دوختیم میذاریم رو ماشین و میدوزیم. حالا اگه بخوایم میتونیم تو دستم بدوزیم. من اینو با ماشین میدوزم و میام برای ادامه بافتمون، یعنی میخوایم سجاف جلوی کلاه رو ببافم. خب این کلاهمون تا این مرحله دوختم این قسمتاشو. اینم دوختش از داخل ببینیم به این شکل. من رو ماشین دوختم اما میتونیم با دستمونم یعنی نخسوزن بدوزیم هم میشه. خب حالا میخوایم که برای این قسمت یعنی جلوی کلاهمون سجاف ببافیم. خب اول رو ماشین بگم چجوری اندازه بگیریم که سجافمون یعنی برای این قسمت اندازه سجاف رو به دست بیاریم. واسه اندازه گیری سجاف از این قسمت سر کلاه مرکز میذاریم رو صفر ماشین و تا این قسمت کلاه، تا اینجاش، این قسمت که کور کردیم نهاد، تا این قسمتی که در واقع قد کلاه شروع شده. خیلی به شکل نرمال یعنی زیاد نمیکشیم. نگاه میکنیم که چند تا سوزن رو شامل میشه. الان مثلا واسه من حدود 95 تا 94 تا سوزن شد. خب چون 2 تا نصف است ضرب در 2 میشه و به تعداد همین سوزن ها ما سجاف میبافیم. خب من 26 رنج ساده بافی کردم واسه این قسمت سجاف جلوی کلاهه. البته می‌خواستم 28 رنج ببافم اما خب نخم داره تموم میشه. 26 تا بافتم. حالا دوبلش میکنم و بعد میام وصلش میکنم به کلاه. دوبلم که همین شکلی دیگه از پایین یعنی قسمت پایین رو میارم به سوزن‌های بالا وصل میکنم و بعد یه دور از روش میبافم. خب بعد اینکه دوبل کردنم تموم شد از قسمت بالای کلاه به این شکل که کلاهمون برعکسه یا وارونه است، از این بالای کلاه سر کلاه میذارم رو صفر ماشین تا این قسمت که شروع کردم قد کلاه رو بافتم دونه ها رو انتقال میدم به ماشین. البته این قسمت این لایه‌ای که به سمت خودمه. یه سمت کلاه سوار ماشین کردم. حالا یه بار دسته باید از روش رد بشه و بعد کورش کنم تا این قسمت پایینه یعنی قسمت دوم کلاه پایین آزاد بشه بتونم به سجاف وصل کنم. برای اینکه این قسمت بافته بشه ولی این قسمت بافته نشه ما از دکمه پارت استفاده میکنیم. خب چون الان کلاه سمت چپ ماشینمه، دسته هم سمت چپه، به همین خاطر دکمه اول پارت رو میزنم. اما اگه این بافتم سمت در واقع این سمتی که میخوام ببافم رو منظورمه در سمت راست ماشین بود، دستم سمت راست ماشین بود، اون وقت دکمه دومو میزدم. الان نگاه کنیم میبینیم این قسمت بافته نشده، این قسمت که میخواستیم بافته شده. حالا من اینجا رو کور میکنم، این سمت در واقع کلاه رو از ماشین جدا میکنم و سمت بعدی رو میارم به سجاف متصل میکنم. این ور رو کور کردم از ماشین جدا شد. البته نخم تموم شد دیگه چون داخل کلاه میمونه، با یه رنگ نزدیک بهش کور کردم. و حالا این قسمت رو دوباره سوار ماشین میکنیم، همون کاری که واسه این طرف کردیم واسه طرف مقابل هم میکنیم. خب این کلاه من تموم شد، به این شکل در اومد، سجاف کاملا دوخته شد و به این شکل. ما حتی میتونیم وقتی این کلاه سر میکنیم این قسمت گردنش رو به داخل هم بدیم، یعنی یه جوری جلو دهنمون رو بگیره، یعنی این شکلی هم میشه استفاده کرد. بعد یه نکته دیگه هم که بگم، من این قسمت سجاف که این پایینش هست اینجا رو نگرفتم، یعنی این داخل سجاف یعنی میشه. گفتم چون من یه آدمیم که تو هوای گوش و سرم خیلی مثلا باد بخوره زود درد میگیره، این کلاه هم زیاد کیپ تور وای نمیسته که میتونیم بند ببافیم و از داخل این با سنجاق رد کنیم داخل سجاف و وقتی که حس کردیم خیلی هوا سرد و می‌خوایم مثلا گوش و سرمون رو بگیریم اون بندا رو بکشیم. بافت بندم تو ویدیوهای کانال هستش، اگه خواستین میتونید از اونجا استفاده کنیم. خب لطفا نظراتتون رو بگین، امیدوارم که استفاده کنین.